بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا عند الأصل الثاني، معرفة دين الإسلام. تعريف الدين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. اصل دوم شناختن دین اسلام است با دلیل ها. تا حال ما همه صحبت و همه سخن و درس و گفتگو ما در پشتی اصل یحکم بود. اکنون اصل دوم رسیدیم. معرفة الله بود، اكون معرفة دين الإسلام بالأدلة. بعد أخيرا بخاتمه وبعد الرسالة بمعرفة عبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. قال الشارح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى: فلما فرغ الشيخ من بيان معرفة الأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالأدلة، انتقل إلى بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. شارح الله محافظتش کند می‌فرماید که وقتی که شیخ یعنی صاحب متن از بیان معرفت اصل یکم فارغ شد، تمام کرد که مراد از آن شناختن الله سبحانه و تعالی بود با دلیل ها، انتقال کرد. اکنون گذشت از این موضوع به موضوع بیان کردن اصل دوم که و مراد از اصل دوم شناختن دین اسلام است با دلیل ها. فقال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم عرفه وبين معناه ثم ذكر مراتبه. گفت اصل دوم این شناختن دین اسلام است با دلیل ها. ادله جمع دلیل. بعد از آن اسلام را معرفی کرد و بیان کرد او را، معنایش را. سپس ذکر کرد مرتبه های دین اسلام را. و قوله رحمه الله: معرفة دين الإسلام الدين يراد به الطاعة. قول مؤلف که الله رحمتش گفت که شناختن دین اسلام، دین به آن طاعت را اراده کرده می شود. طاعت چیست؟ طاعت یعنی اساسا امر کرده های الله را به جا آوردن و از منع کرده هاش اجتناب ورزیدن، این طاعت می گویند. یقال دان له اذا اطاع. مثلا من دان له گون کدام همین عباره می گوید اذا اطاع، وقتی که به اطاعتش کند، فيما امر و ترك ما نهى. اطاعه فيما امر و ترك ما نهى. مخلای اطاعتش کرد معناش اینه که در چی موضوع، در چی باره و اطاعتش کرد، یعنی در اون چیزی که امرش کرد اطاعتش کرد و ترکش کرد آنچه را که منع کرد. الله منع کرده چیزا رو ترک کرد. نه اگر این عباره بیزه آمده همینجا عباره الله اعلم. اگر شرح خودشون شرح داشتن که اذا اطاعه فيما امر و ترك ما نهى، عباره طور نچسبیسته باید که معنای اطاعت همین که اذا اطاعه فيما امر و ما نهى، انا خودش اطاعت. وقتی که وی را اطاعت کنند در اون چیزی که امر کرده است و در اون چیزی که منع و از اون چیزی که منع کرده است. اینا هم ترکم آوردن.
شهر روز. بله. و یطلق الدین و یراد به الحساب و استفاده برده می شود دین را پرمینت میگم به زبان روسی اطلاق را استفاده بردن، کار فرمودن، به کار بردن، معنی داد کردن و اراده کردن می شود به آن حساب را، یعنی مراد از دین حساب می شود كما في قوله تعالى مالك يوم الدين ويقال دانه اذا حاسبه صاحب روز جزا روز حساب. اینجا به معنی چی شده؟ حساب شده دین. سوره فاتحه. و گفته می شود مثلا دانه اذا حاسبه وی را محاسبه کرد، به حساب کشید، حساب و کتابش کرد. كما قال تعالى وما ادراك ما يوم الدين و چی دانان تو را که چیست روز جزا، روز قیامت چیه؟ همین چی بدونش تو آیا میدانی یا یکون کس به تو خبر کرده است؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین. با تکرار میگوید که باز میگوید چی دانان تو را که چیست روز قیامت، یوم الحساب. یوم لا تملک نفس لنفس، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. و این روز است که همون شهر دوستان روز است که یگان نفس برای نفسی دیگری چیزی را کفایت نمی کند، یگان چیز را کفایت نمیتواند کردن، بسندگی کردن نمیتواند. و امر در اون روز ایام الدین لله از آن الله است، یعنی همون الله خودش کفایت کننده. قوله بالأدلة أي أن معرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليد، يعني مراد از بالأدلة گفتن الشيخ همین است که شناختن دین اسلام فقط بدلیل می باشد نه به تقلید. ما معنى التقليد؟ اكتبوا اتباع فلان. معنى تقليد يا كسمي برسل. ما معنى التقليد؟ يعني اتباع فلان فيما يقول أو يفعل. اتباع فلان فيما يقول أو يفعل من غير حجة ولا دليل. من غير حجة ولا دليل. فيما يفعل أو فيما يقول أو يفعل من غير حجة ولا دليل. تقلید یعنی از پس فلانه رفتن است در کدام چیزی که گفته یا که در کدام کاری که کرده به یگون حجت و به یگون دلیل. این چی میگن؟ تقلید میگن. او تكون بالتخرص بالتخرص من عند الإنسان یا میگوید که بچی می باشد بالتخرص. تخرص یعنی که کذب، افترا از نزد یگون انسان. اینجا من چی خش عباره نگاه کنید. یعنی شناختن دین اسلام به تقلید نمی باشد. ان معرفت الدین الاسلام لا يكون بالتقلید ولا تكون بالتخرص من عند الانسان. همین عطف شده است یا که بایگون بافتن و بایگون دروغ از نزد فلانه. الدین لا بد له من ادله من الكتاب والسنه. دین البته باید که برای او چی باشد؟ شدنش در کار است دلیل از کتاب و سنت شدنش در کار گفته است شیخ. اما الانسان الذي لا يعرف دينه، اما انسانی که دینش نمیشناسد و انما يقلد الناس، به مردم تقلید کاری میکنه، اپس مردم میره و يكون امعه مع الناس، به مردم امعه میباشد. امعه معنی انی معه، از همین کلمه گرفته امعه. أي التابع لكل أحد على رأيه. التابع لكل أحد على رأيه. پشت هر یک از برای هوای رفتن میگیرد. امعه باختصارا والقائل ذم إني معك. من به قطار می خلقم بگوید که می خلقو کجا را ان شاء الله من همونجا.
فهمیده؟ اینی معهم، این معه میبینه. فهذا لن يعرف دينه وحري به أنه إذا سئل عنه في القبر أنه يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته كما مر بنا في حديث براء. يعني چنین کس دینش نمیشناسه، نمیدونه و حری به لایق است که یعنی باید این خیل آدمی که امعه هست چون وی را در قبرش از دین پرسند میگوید که ها نمیدانم. میگوید مردم را شنیدم چیزی که میگفتن، چیزی میگفته بودن، منم گفتم اعوذ بالله. و در همون حین الله سبحانه و تعالی از زبانش گرفتگی بیاد. در این دنیا میگفت که آدم همون تقلید هم میتونست گفتن که لا اله الا الله میگفت من دین اسلام میخواستم میگرفت و این منافقی کارش. اما در قبر نمیتوند منافقی کردن دیگه، اما ورد زبانش هم نمیدونه. فواجب على الإنسان أن يعرف دينه بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. و مسلمان واجب است که دینش بشناسد با دلیل ها گرفته از کتاب الله، از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. ولا يعرف هذا الا بالتعلم. انا همین دلیل از کتاب و سنت هم یعنی که شناخته نمیشه، نمیتونی گرفتن مگر با تعلم. تعلم چیه؟ یعنی علم گرفتن، معنی تعلم وافهم و تیقن. تعلم علم گیری و میفهمی با یقین حاصل میکنی، با شبهه دار باید نباشید در نسبت دین. كما مر بنا في أول الكتاب يعلم رحمك الله شعر گفتگو يعني تعلم وافهم وتيقن. اکنون صاحب متن شیخ خودشون شرح میده، میگه و هو الاستسلام له بالتوحید. معنای دین اسلام چیست؟ معنای اسلام این برای الله در توحید تسلیم شدن است و برای الله در طاعت سرخم کردن است. من سرخم میکنم در پیش الله، میگوید حرام کرده ها میکنم. من سرخم میکنم میگو در پیش الله، میگوید امرش نمیکنم. والبراءة من الشرك و اهله. از شرک و از اهل شرک باید که انسان آشکارا بیزاری جوید. این معنی چی بوده است؟ معنی اسلام. الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. از خود شرک و از اهل المشرکا باید بیزار. در بعضی نسخه ها والخلوص من الشرك اومده است، لكن صوابش همین است. البراءت یعنی در قرآن همین خیلی دیگه است. هم خیلی در بعضی توحیدها میگه باشه والخلوص من الشرك و عبارت درست نیست. بهتر است والبراءت انی بریء انی براء منکم انا براء منکم. نه که اونجا اگه متن فرقش این است که شیخ خودشون میگه است که در متن چه میگه لله یعنی نباشه خوب است، یعنی که میگه که کوچونده شرح داده دیگه اینجا هو الاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. بله لله خوب تر بوده نباشه، یعنی برای اینکه باید که اسم ظاهر شود بعد مضمر بیاد. نعم. وقال الشارح الاسلام مأخوذ من اسلم للشيء. اسلام میگوید این گرفته شده از کلمه اسلم یسلم اسلام. اسلم للشيء یعنی تسلیم فلان چیز شد. اذا قاد له کدوم وقت تسلیم میشه برای همون چیز؟ وقتی که برای همون چیز سرخم باشد. اسلم نفسه للقتل. خودش را برای کشتن یعنی به کشتن تسلیم کرد. ای خضع للقتل. سپورید سرخم کرد. فاسلم نفسه للشيء اذا قاد له. بس وقتی که اسلم نفسه للشيء
شود معناش اینه یعنی خودش را تسلیم فلان چیز کرد وقتی که سرخم کرد برای همون چیز. فالاسلام هو اسلام الوجه والقصد والنیة له سبحانه و تعالی. بس اسلام چی بود است؟ این روی را، قصد را، وجودت را و نیت را برای الله سبحانه و تعالی تسلیم کردن است. و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ملت ابراهیم حنیفا. الله میفرماید که کس نکوتر در اسلام، یعنی اسلامی که زیباتر از اسلامی اون کسی که تمام وجودش را، روی خود را برای پروردگار تسلیم بکند و حالان که محسن باشد، در اون کس احسان باشد، احسان در او دیده شود، نظارت الله سبحانه و تعالی در خودش همیشه حس میکند و پیروی از کیش و دین ابراهیم باشد، حنیف که در حال بودنش چه میل کننده از تمام دینهای باطل به دین حق. بلا من اسلم وجهه، یعنی شیخ دلیل آورد برای اسلم. بله میگوید کسی روی خود را تسلیم الله بکند، ای اخلص عمله لله عز وجل، یعنی عملش برای الله عز وجل اخلاص بکند، خالص بکند. و انقاد لله عن تواعیت و اختیار و رغبت و محبت، برای الله سبحانه و تعالی سرخم بکند. یعنی که تواعیه، یعنی که طوعا گفت به اختیار خود، اختیاری از روی رغبت، از روی محبت، یعنی برای الله تسلیم شد. این خیلی که مثلا در دلش یگون بعد بینی یگون خود یک مجبور کردگی نه، به اختیار خود یک امر و نهی پروردگار رو شنید همین خیلی خرسند میشد که این خیلی بود است گفته قبول نه. الاستسلام لله بالتوحید و هو افراد الله عز وجل بالعباده. مراد از تسلیم الله شدن در توحید این که الله را در عبادت یگانه دانستن. و هذا هو معنى التوحید، معنی توحید همین است. فمن عبد الله وحده لا شریک له فقد استسلم له، کسی الله را عبادت کند تنها شریک ندارد او، همین تسلیم او شده است. قوله والانقياد له سبحانه بالطاعه، قول مؤلف گفت که برای الله سبحانه و تعالی در طاعت چی شدن؟ سرخم کردن. فیما امرک به، در کدام چیزی که تو را به همان امر کرده باشد. هم خیلی است. و ما نهى عنه، در کدام چیزی که تو را از همان چیز منع کرده باشد. همین طاعت در اینجا عبارت درست بوده. فما امرک به تفعله، بس اون چیزی که تو را به همان امر کرده وی را انجام میدهی. و ما نهاک عنه تجتنبه، و از کدام چیزی که تو را منع کرده باشه از او اجتناب می‌ورزی. طاعت لله سبحانه و تعالی، همه اینها را برای خاطر اطاعت الله سبحانه و تعالی انجام میدی. همین میشه یکی از معناهای اسلام. قوله والبراءة من الشرك و اهله، از شرک و از اهل شرک بیزاری جستن، بیزار شدن. البراءة معناها الانقطاع، قطع شدن، جدا شدن. والاعتزال کنار شدن، بر یک طرف شدن. والبعد عن الشرك و اهل الشرك، از شرک و از اهل شرک دور شدن. در اینجا البته شروع درباره چی رفته؟ الولاء و البراء شده که شیخ صالح الفوزان خودشون یک کتاب دارن به نام الولاء و البراء، رسالة طیبه ينبغي الاهتمام بها. باید که این اهمیت داده شود در مکتبی ما میفروشد. سر کتاب رساله ما دای خیلی سه جنه نیست، سر کتاب خوب است. بأن تعتقد بطلان الشرك فتبتعد عنه، یعنی باید تو اعتقاد داشته باشی که شرک این باطله، بس از او دور بشی. و تعتقد وجوب عداوة المشركين لأنهم اعداء الله عز وجل، و اعتقاد داشته باشی واجب بودن عداوت مشرکان را، زیرا اینکه ایشان دشمنان الله هستند عز وجل. فلا تتخذهم اولیاء، و یارا نباید که تو دوستی نزدیک بگیری. ولی مثلا احسان و صله و مثلا بر به اونها این معنی نمیکنه، یعنی که اولیاء گرفتن
این اون معنا نداره که تو به مثلا به کافر هدیه دادن و کافر یا که از کافر هدیه گرفتن معنا نه. هم بسیار خطا میکنن، مثلا میگن که فلان مفتی الدین برو ما چی و پشتش نموزه الدین برو ما وای ادمنستراسیون وای گرفت پول گرفت ادمنستراسیون یعنی دولت یاردمش داده برای خاطر یک 10 تا یا که 20 تا نفر مسلمانی کم بضاعت حج فرستاندن با یعنی یه حکومتی کفر چی گرفت پول گرفته با یا که مسجد آباد کرد. ممکن نیست. همین گپا رو گفتن، همین گپا رو پشت مفتی آزادن تماما معنی است، زیرا اینکه این در الولا و البرا داخل نمیشه. این مثلا این در تحت اون آیه داخل نمیشه لا تتخذوهم اولیاء، ای تماما دیگه ولی گرفتن این از همون صمیم قلب یک کس دوست داشتن. یک دومی که ما نمیتونیم قلبی اون مفتری کافته گفتن که این واقعا همین کافر رو نقض میکنه. همیده فلا تتخذوهم اولیاء، نباید که تو با اینها رو دوستی نزدیک گیری، یعنی با قید کنید که ولكن لا تدخل الاحسان والصله والبر. الصله یعنی خیشت کافره، دوستی نزدیکش نمیگیره که با او احسان میکنی، مثلا منبر صادقی باشد نوناش میتی آباش میتی مثلا یاردمش دادن میگیری. به نیتی چی؟ به نیتی که یک اسلام قبول کنن. انما تتخذهم اعداء و یرا هم تو دشمن قرار میگیری لانهم اعداء لله ولرسوله ولدينه، چون که باید دشمنان الله، دشمنان رسولش و دشمنان دینی او میباشند. فلا تحبهم ولا تواليهم، اونها محبت نمیبندی و اونها را به نکی دوستی نزدیک نمیگیری. و انما تقاطعهم في الدين، و اینها را قطع میگردی در دین و تبتعدوا عنه، از اونها دور میشوی و تعتقدوا بطلان ما هم علیه، و اعتقاد میکنی باطل بودنی همون رویه‌ای که یا که همون دین و همون مذهبی که ایشان در همون هستن. فهمیدید؟ مثلا خیلی که خیلی گویی که دین شما میگه دین الله هست، اینم حق نه، میگه دین شما دین منسوخ است، میگه آشکار میگه. فلا تحبهم بالقلب، به اونها را به قلب دوست نمیداری. ولا تناصرهم بالقول والفعل، اونها را نصرت نمیدهی به قول و به فعل. سخنان مثلا هیچ گم نداره همین دین تو مثلا بیارن شد این سخت داره، نه نمیگه. فعلا مثلا این نتیجه کلیسا را افسده یا موشی برمد فعلا یاردمش هر چیز زودتر در جهنم داخل شد، نه. لانهم اعداء لربك، چون که دشمنان پروردگار تو هم و اعداء لدینک، دشمنان دین تو هستن. فكيف تواليهم وهم اعداء الاسلام، چه به اونها موالات میکنی که حالا ایشان دشمنان اسلام هستن. لا يكفي انك تستسلم لله، این کفایت نمیکنه که تو تسلیم الله شدی و تنقاد له بالطاعه، یعنی که سرخم میکنی برای الله سبحانه در طاعت و انت لا تتبرأ من الشرك، تو باشی در برابر این دو معنی چکار میکنی؟ از شرک دوری نمیجویی ولا من المشرکین، از مشرکا هم. هذا لا يكفي، این کفایت نمیکنه میگوشه. ولا تعد مسلما حتى تتصف بهذه الصفات، یعنی که همین صفات ها در تو تان نباشن تو را مسلمان حسابیده هم نمیشوند. اولا الاستسلام لله بالتوحید، یکم یعنی که برای الله در توحید تسلیم شدن است. ثانیا الانقياد له بالطاعه، برای الله سرخم کردن در طاعت. ثالثا البراءه مما يضاد التوحید، بیزار شدن از تمام چیزی که ضد توحید میباشه، این شرک و یضاد الطاعه، و هر چیزی که مثلا ضد طاعت میباشد و هو الشرک میباشد. رابعا البراءه من اهل الشرك، از اهل شرک یعنی از مشرکان دور شدن. بتحقیق هذه الصفات تكون مسلما، با عملی گردانیدن این صفات ها تو مسلمان میشی. اما اذا نقصت صفت واحده منها، اما اگر از این صفات های نمبر شده یکی از اونها در تو کم شود، کاسته شود، فانك لا تكون مسلما، تو مسلمان نمیشی. فبهذه الكلمات الثلاث، بنمی سه کلمه لخص الشيخ تعريف الاسلام، یعنی شیخ تعریف اسلام اختصارا ذکر کرد. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وكم من إنسان لا يعرف معنى الإسلام،
چقدر انسان وجود دارد که معنای اسلام نمیدونه، لانه لم يتعلم هذا الشيء، چون که اون بیچاره مسکین این چیزا تعلیم نگرفته. ولو قیل له، چون برایش گفته شود ما هو الاسلام، برایش گویی که اسلام چیست، لم یجب جوابا صحیحا، جواب صحیح دادنم نمیتواند. نعم. مراتب الدين، المرتبة الأولى الإسلام، وهو 3 مراتب. دين دارای 3 رتبه می باشد: الإسلام والإيمان والإحسان. وقال الشيخ الشارح: معنى المراتب الدرجات، معنى يعني مراتب يعني درجه ها، عكس درجه ها درکه می شود. هر یک سطح از همون سطح شما استادگی به بالا یگون زین پای مونده برید، اینه درجه میگویند. اگر یک پدول یک خانه زیر زمینی داشته باشد، اون نردبانش مونده فرای دیگر، اینه چی میگوید؟ درکه میگویند. همون جایی که شما استادید اگر از همون سطح زمین پایان زمین چقرتر زمین رفتن گیرد، اینه چی میگویند؟ درکه میگویند. برای همین الله سبحانه و تعالی میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، هم طبقه پایین درکه میگویند. درجه های به طرف بالای شما باشه، اون چی میگویند؟ درجه. الله همون درجهاش نصیب کنه. معنای مراتب هم یعنی مرتبه بلند گرفته است، میگویند خیلی که از در زمین سیاز دیگه و هم یک درجهش بلند. لاننا قلنا، چون که ما گفتیم ان الدین 3 درجات، دین دارای 3 درجه می باشد. بعضها اعلی من بعض، بعضی دیگهش با در رتبه بلندتر هستند. اول مرتبه من مراتب الدین الاسلام، اولین مرتبه های دین اسلام یعنی دین این اسلام است. ثم بعدها الایمان، بعد از آن ایمان است. ثم بعدها الاحسان، بعد آن یعنی که احسان است. همون کسانی که به نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله اومدن چی گفتن؟ مثلا آمنا گفتن. نه آدمایی که دین اسلام داخل میشوند، همون دوران یک گروه اومدن گفتن که مثلا منت کردن، گفتن که تو منت دار شوید. محمد ما سوره حجرات نه وقالت الاعراب آمنا، الله سبحانه و تعالی گفت که ایمان تا ایمان دوم درجه هست. این درجه دوم درجه یکم اسلام است. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، گفته دوام آیات، حال ایمان به قلب شما داخل شدگی نیست. برای همین هر مؤمن مسلمان است، نه هر مسلمان مؤمن. فهمیدید؟ بله. ثم بعدها الاحسان، بعد آن به احسان است. با این همه کس احسان کردن نمیتوند. هر کسی که محسن باشد در درون نوای هم اسلام هم هست و هم ایمان است. این درجه بلنده. فالاسلام اوسع، ایمان اسلام میگو وسعتر است. والایمان اضیق من الاسلام، ایمان باشد این از اسلام دیده با تنگتر است. تنگتر به کدوم معنا؟ یعنی مثلا هر یک گفتن مشکل است. والاحسان اضیق من الایمان، با یعنی از ایمان دیده با احسان چه با تنگتر است. که هر چیزی که تنگتر شود به اونجا رسیدن مشکل است. فدائره الاسلام واسع، دایره اسلام وسیع است. حال میگن شرح برای چی گپ میشه؟ المنافقون يدخلون فيها، منافقان در اسلام داخل میشوند. اذا قادوا الى الاسلام، وقتی که به اسلام سرخم بکنن و اظهروه، اسلام نمایان کردن گیرن، والتزموا به ظاهرا، اسلام لازم بگیرن ظاهرا، نماز روزه و حج زکات ظاهر. اذا صلوا مع المسلمين، وقتی به مسلمانان نماز خوندن، و زکوا زکات بدهن، و عملوا الاعمال الظاهره، اعمال ظاهره را انجام بدهن، یسمون مسلمین، و یارا مسلمان میگن، منافقشون نمیشن گفتن. و تطبقوا یا که تطبقوا علیهم احکام المسلمین فی الدنیا، با اونها یعنی که یعنی علیهم اونها تطبیق کرده می شود احکام مسلمانان در دنیا. فلهم ما للمسلمین و علیهم ما
علی المسلمین، یعنی به فایده اونها هم هست هرچی به فایده مسلمان هست و بر ضرر اونها هم هست هرچی بر ضرر مسلمان هست. لکنهم فی الاخره فی الدرک الاسفل من النار، ولی ایشان در آخرت در پایان ترین طبقه های دوزخ. اعوذ بالله. لانهم لیس عندهم ایمان و انما عندهم اسلام ظاهری فقط، چون که در نزد اونها چی نبود؟ ایمان نبود و در نزدشون یک اسلام ظاهری بود و بس. برای این الان فهمیدید دایره اسلام چه خیلی وسیع بدونش فهمیدید. اکنون والایمان والاحسان قوله الایمان هذه هي المرتبه الثانيه، این مرتبه دوم است. والمؤمنون يتفاوتون، مؤمنها گوناگون از یکدیگر فرق میکنند. منهم المقرون منهم المقربون، بعضیشون مقرب میباشند، و منهم الابرار، و بعضیشون از زمره ابرار نکوکاران هستند. والمقربون هم اصحاب اعلى درجات، مقربون اینا صاحبان درجه های بلند میباشند. والابرار دونهم، با ابرار باشن از ویا با کمتر. و منهم الظالم لنفسه، با از مؤمنها مؤمن هستن ظالم در جان خود. و هو المرتکب للکبائر، این مؤمنای یعنی که میباشند که گناه کبیره میکردگی ها، التي هي دون الشرك، همون گناه کبیرشون از شرک هستند. فهو مؤمن فاسق، و مؤمن فاسق میگوین، او مؤمن ناقص الایمان، یا که مؤمن ناقص الایمان، ایمانش کاسته. قال تعالى، الله سبحانه وتعالى فرمود: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكريم كبير. ثم أورثنا الكتاب أي أعطينا الكتاب، سپس ما کتاب را عطا کردیم. به کی؟ الذین اصطفینا ای اخترنا، به کسانی که ما اختیار کردیم برگزیدیم. من عبادنا، از بندگان ما، یعنی امت محمد صلی الله علیه وسلم، امت محمد علیه الصلاة والسلام. فمنهم قد بر امت محمد صلی الله علیه وسلم، فمنهم ظالم لنفسه، از اونها هست کسانی که در جان خود ظلم کردگی آدم. ظالم لنفسه المفرط في فعل الواجبات المرتكب لبعض المحرمات. ظالم لنفسه که همون کسی که در انجام دادن یک فرضها یعنی واجبات کمبودی دارد، همش نمیکنه، سست و کارهای حرام میکنه، زنا میکند، دزدی میکند، مثلا نیک شرک نمیکند و مؤمن است. از همه رتبه پستش همینه، این پستش نعوذ بالله دیگه مؤمن هم نمیشه داخل. ظالم لنفسه اون کسی رو میگن که نسبت فرض کرده های الله کمبودی ها دارد. نماز گاه میخونه گاه نمیخوند، اما خیلی نماز جماعت میره بر قصد ترک میکنه، نمیره میگود خیلی میکرد آدم. در پهلوی این باشه المرتکب، با مرتکب گناه کبیره هم هست، زنا میکند، دروغ میگوید، تهمت میکند. و منهم مقتصد، با میانه هست، درجه بلند نه و پست هم نه، میانه هست، یعنی مؤد للواجبات، نگاه واجبا را ادا میکردگی، تارک للمحرمات، حرام را چیکار نمیکنه. فهمیده؟ یعنی واجبا را به جا میارد، حرام ها را نمیکند، گناه کبیر نمیکند، ولی در کارهای مستحب کمبودی ها دارد. فهمیده؟ در کارهای مستحب، کارهای سنت اند کمبودی ها دارد، نمیکنه شون. یا که مثلا در ترک بعض مکروهات کمبودی داره، یعنی مکروه ها هم کردن میکنه، مکروه ترک نمیکنه، کارهای مستحبه و یا برای مکملات ایمان هستن میکنه، اما در باره فرض خیلی در کار است، فرض رو به جا میارد. از کارهای حرام خیلی در کار دوره، فقط
کار عبادت های نفل نمیکند. ببین فهمیدید؟ این مقتصد میگفتن. و منهم سابق بالخیرات، با کسانی میباشند که به سبب خیرات او یکم و الدویم سبقت کردگی ها، اپریدیت کردگی ها، گذشتگی ها. اینه میگو که فاعل للواجبات والمستحبات، مثلا واجب هم میکردگی، مستحب هم میکردگی. تارک للمحرمات والمکروهات، همین معنی کرد. این هم کارهای حرام دست میکشه، هم کارهای مکروه هم دست میکشه. کارهای واجب هم به جا میآورد، یعنی فرض هم به تعبیر خود ما میگه فرض هم به جا میآورد، چه سنت هم به جا میآورد. انا این چی میگن؟ سابقون بالخيرات اللهم ارزقنا باذن الله ای بارادته و امره، با امر ارادی پروردگار. ذلك انمون به ایشان کتاب عطا کردن ما میگو. ذلك اشاره به اعطاؤنا ایاهم الكتاب هو الفضل الكبير. به انمون ها کتاب دادن ما این یک مرحمتی، یک فضیلتی بزرگه که یعنی باعث فخر همین است که با شما کتاب دادن، ولی به این کتاب عمل کنید با شما یعنی که کرای تعریفی میکنید. قوله الإحسان هذه المرتبة الثالثة، شيخ می‌فرماید که این مرتبه سیوم است و هي الإحسان، إحسان است و هي أن يحسن العبد فيما بينه وبين الله، یعنی بنده باید میان خود و میان الله بیشتگی کاران چیکار کند؟ احسان رعایت کند. فی عبادت الله عز و جل، هر کاری که شما میکنید بین شما بین الله است، این عبادت است. و ذکر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جزء من حديث طويل أخرجه البخاري وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. جناب پیامبر صلی الله علیه و احسان چه بودنش در حدیثی دراز که یک قطعه آن میباشد ذکر کردن که گفتن احسان این است که تو الله را عبادت میکنی که انک تراه، او را میدیدگی باریم، طوری که تو را دیده، تو وای دیده ایستادی انا میخواد. اگر چی تو وای را نبینی با درستی وای تو را میبیند، انا مین حس کنی تو را ندیسادی، ابا اقلا حس کن که وای تو را دیده ایستادی. فهمیدین؟ ای یکون عندك علم یقینی، یعنی باید در نزد تو یک علمی بی‌شبهه باشد، یقینی باشد که ان الله یراک اینما کنت، الله تو را دیده است در کجا که نباشی. الله این مرتبه و کل مرتبه لها ارکان، صاحب متن میگه هر یک مرتبه با رکن ها دارد، یعنی اسلام مرتبه دارد، رکن ها دارد. میگه با ایمان میگه رکن دارد، احسان رکن دارد. قال الشارح وكل مرتبة لها أركان والأركان جمع ركن. أركان این جمع رکن بوده و هو ما يقوم عليه الشيء. رکن یک چیز رو میگه که یک چیز در بالای هوا میسته، یک چیز بالای هوا میسته، مثلا میگه بالای امینا رکن های میسته، همین گره دیگر میافته. فأركان الشيء جوانبه التي يقوم عليها. أركان چیز یعنی پهلوهای همون چیز میگون که به طفیل همون پهلوها هوای قایم است، ایستادگی وجودی هوای به طفیل همون است. ولا یقوم بدونها، گفت که بدون اونها، بدون این قوایم، بدون این پاهاش نمیستن. و تکون بداخل الشیء، و در داخلی چیز میباشد. برای این رکنای نماز هم میبینید که در درون نماز هر چی در بیرون باشن و شرطش میگن. شرط نه؟ شرط یک کار ناشده آدم شرط میشه. شرطای نماز رو به قبله آوردن مثلا بعضیش مثلا باید طهارت باشی، جامت تازه باشد، جای نمازت مثلا هم خلا استقبال قبله، هم اینا پیش هم اینا رو باید شرطا رو که فراوان کردی بعد تو حق در اومدن داری، هم خلا اینا داده. اما در درونی نماز میشه دیگه چیزا اینا رو چی میگویم؟ اینا رکن های نماز میگن در درون نماز. خلاف شروط تذکر خلاف فهي تكون خارج الشيء، شرطا باشن در بیرون چی می باشن.
مثل شروط الصلاة مانند شرطهای نماز فهیه خارج الصلاة قبلها بیرون از نماز قبل از نماز می باشند و اما ارکان الصلاة فانها بداخلها ارکان نماز باشند و در درون نماز هم مثل تکبیرة الاحرام و قراءة الفاتحة اینا چیان رکنا فاذا اختل شيء منها فان الصلاة لا تصح یگون که می بیرون شوند نگون نماز درست نمیشه کما لو فقد شيء من ارکان البنیان خیلی که اگر مبود نیست کرده شود از بین برده شود یکی از ارکان چی را خانه را یا بنا را فانه لا يقوم ولا يعتمد قائم نمیسوده اما تکیه هم کردن نمیتونه چون شما تکیهگاهش چیکار کرده گرفته دور کرده برای ما میافتد و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما مزیدا